السلام علیکم. شبتان بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم شما خوب هستین. بر شما سلامتی خواهان هستم. دوستان از همه شما خواهش ویدیو را تا آخر با دقت خوب گوش کنید. این موضوع عادی نیست و اینچنین و میخوام که هر یک انسان باید در همین حالت احتیاط باشد و به هر خیل نوارهای ساخته باور نکند. فقط بعضی نوارهای هست انسان در تعجب میافتد. مرگ نتانیاهو پرزیدنت اسرائیل و اینچنین دیگر نوارها. البته در یک حالت قرار داریم که همه نمود خبرهای خوب و بد را در سامانه‌های اجتماعی دیدن و شنیدن ممکن است. بعضی از همین خبرهایی که ما امروزها میشنویم 100% یعنی که 50% درست و دروغ هست. نوارهایی هست که امروز در سامانه‌های اجتماعی شاهد آن همان. سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کارهای هستیم، یعنی با واسطه های ذهن صنعی، یعنی که آماده کردن نوارها با طریق پرلژنیا ها. حالت های می شود دوستان. بعضی نوارها را ما در سامانه های اجتماعی می بینیم فلان شید، بیمدون شید، این خیل شید، آن خیل شید. اینها یعنی که نوارهای ساخته می شوند. چگونه ساخته می شود؟ یعنی که امان رسمی نتانیاهو را در بین خرابه ها گذاشتند. دولت ایران موشک را بر جایی که زیست نتانیاهو میزند و از خرابه ها، از داخل خرابه ها نتانیاهو را بیرون میآورد. البته امروز اینترنت با چنان پیش رفتگی هست حتی با واسطه رسم شما کینو می سازند. این معنای آن را ندارد که شما در اینترنت وقتی خبرها را میشنوید زود باور میکنید، زود اعتماد میکنید و زود نوار را پهن میکنید که میگویید فلانی فلان شده است. این یک سری دولتی هست. بعضی خبرهایی که امروز در سامانه‌های اجتماعی میبینید آنها خبرهای دولتی هستند. خبرنگاران دولتی هستند که صدقاً دقت و نوار معلومات پوره بر شما میدهد. در اصل نتانیاهو زنده هست. آن موشکی که از دولت ایران با اسرائیل با یک خاندان نتانیاهو میزند در آنجا برادرش یعنی که اکای نتانیاهو قرار میگیرد. با گفته در سامانه‌های اجتماعی در خبر رسمی دولتی میگویند او در یکی از بیمارخانه‌ها قرار دارد. هیچ کس نمیدوند تا کدام اندازه او مثلا جراحت وزمین یا که جراحت سبک برداشته باشد. اما تا حال از نتانیاهو خبر و درکی نیست. البته این یک مکر و حیله و نیرنگی نتانیاهو هست. ما طرفدار هیچ کس نیستیم. ما طرفدار صلح و ثبات، آرامی و دولت ایران هستیم. بگذار دوستان همیشه دعا کنیم که امروز آزاد نفس میکشیم، آزاد خواب میرویم، آزاد بیدار میشویم. یعنی که به هر یک نعمتی خداوند ما باید دعاگو باشیم که دولت ما، تاجیکستان عزیز ما اینقدر تنج و آرام است. اگر همسایه امان تنج نباشد ضرر همان آتش بر ما خواهد رسید. پس برای دولت ایران، برای دولت خودمان، برای تنجی و آرامی آسودگی همیشه در دعا باشیم. بار دیگر بر همه شما سلامتی، تنصیحاتی، خانه آبادی خواهان هستم. بر همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.